تو دادگاه فلوریدا قاضی ازش پرسید اسمت چیه؟ اون سرشو بالا آورد و به صورت تک تک افراد توی دادگاه نگاه کرد و گفت بساگو هستم، 500 سالمه و هنوز زندم. این کارو برای قبیلم انجام دادم. ما به همراه خوناشام‌ها جهان رو فتح میکنیم. سلام، به رازکست خوش اومدین. من پیمانم و میخوام در نقش یه خبرنگار به نام ماتیاس شما رو همراه کنم که با هم دیگه بریم به دنبال رد خوناشام‌های واقعی. حالا چرا ماتیاس؟ چون به گفته خودش یه قتل خوناشامی دیده. ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنین و کامنت و لایک بذارین. من ماتیاس کروگرم، اهل هانوفر، خبرنگار جنایی. عمرم رفته بود پای جسد دیدن و پرونده های واقعی، ولی اون روز جسد لنا بود. قرار بود آخر همون هفته با هم دیگه ازدواج بکنیم. لنا افتاده بود کف اتاق خوابش، با اون پوست گرم و گونه های سرخش. حالا یه جسد بیرنگ و سفید و خشک شده بود. گردنش بریده شده بود و خون روی یقه و کنارش کف اتاق ریخته شده بود. هیچ وقت این صحنه یادم نمیره. لبهاش از بیخونی سفید بود. پلیس میگفت این یه سرقت بوده، ولی گزارش کالبد شکافی چیز دیگه ای میگفت. اونا میگفتن دقت توی بریدن گردن و مقدار خون توی صحنه جرم با خونی که لنا از دست داده مطابقت نداره و این عجیبه. انگار یکی خون اونو کشیده. ولی پلیس میگفت این یه سرقت بوده چون پول و طلای لنا هم دزدیده شده. من باور نمی کردم، چون مدارک و حقایق با هم جور نبودن. تا اینکه گابریل که توی آرشیو پرونده های پلیس بود بهم گفت شاید کار یه خوناشام واقعی باشه. من بهش خندیدم، ولی اون از پرونده خوناشام هانوفر بهم گفت و من با خودم گفتم شاید خوناشاما فقط توی افسانه ها نیستن و برای پیدا کردن قاتل لنا شاید تحقیق دربارشون بهم سرنخی بده. برای اینکه به ریشه خوناشام‌ها برسم، اول پام به تاریخ باز شد، به بین النهرین، یونان، روم باستان. تو بین النهرین بهش میگفتن دیو شب. یونانی ها صداش میکردن لامیا. اما همه یه چیز میگفتن: اونایی که از خاک بلند میشن تشنن. توی قرن 15 میلادی ولاد سوم حاکم والاخیا که دشمن عثمانی ها بود و برای ترسوندن و کنترل عثمانی ها اونا رو به سیخ میکشید و روش های شدید مجازات داشت و از روش های خونین استفاده میکرد، توجهم رو جلب کرد. مردم بهش لقب دراکول یعنی فرزند اژدها یا شیطان داده بودند و همین دراکول بود که دراکولای افسانه‌ای رو برای برام استوکر به ارمغان آورد. به اینجا که رسیدم با خودم گفتم خوناشامی فقط یه افسانه نیست. تاریخ پر از آدمایی که تشنه خون بودن، فقط اسمشون فرق می‌کرد. ولی اینا چیزایی نبود که بخواد منو به خوناشام لنا برسونه. برای همین دوباره رفتم سراغ گابریل و ازش خواستم که پرونده خوناشام هانوفر رو بهم بده، ولی فقط بخشی از پرونده رو بهم داد و اینجا بود که من با اولین خوناشام واقعی و ثبت شده روبرو شدم. 25 اکتبر سال 1879 تو هانوفر خوناشامی متولد میشه که سالهای سال سایه تاریکش روی شهر میمونه. فردریش هانریش کارل هارمان. تو ژوئن 1924 پلیس هانوفر بعد از کشف بقایای انسانی تو رودخونه لاین تحقیقات خودش رو آغاز میکنه. سرنخها پلیس رو رسوند به خونه هارمان. تو بازرسی از خونه لباسهای خونالود پیدا کردن و تو تحقیقات شواهدی دیدن مبنی بر فروش گوشت انسان به جای حیوان تو بازار که با دنبال کردنش باز هم رسیدن به هارمان. تو بازجویی ها هارمان اول منکر قتل شد، ولی وقتی با مدارک روبرو شد اعتراف کرد. توی اعترافاتش 24 قتل رو گردن گرفت.
اون بین سالهای 1918 تا 1924 جوانها یا کارگرای فقیر رو نزدیک ایستگاه راهن پیدا میکرد و برای خوردن مشروب به خونش دعوت میکرد و بعد خفشون میکرد یا گلوشون رو گاز میگرفت. بعد تیکه تیکه میکرد، بخشیش رو میسوزوند یا به عنوان گوشت حیوان توی بازار میفروخت. گاز گرفتن گلو برای کشتن خیلی وحشتناکه و فراتر از جنونه. چیزی که دست هارمان رو کرد جمجمه هایی بودن که پلیس فریادشون رو از کنار رودخونه لاین شنید. توی 15 آوریل 1925 هارمان با گیوتین اعدام شد، ولی وقتی اسمش میاد جای دندوناش رو گلوی شهر حس میشه. من باید پام رو از هانوفر بیرون میذاشتم و توی پرونده های دیگه میگشتم تا حضور خوناشام رو بیشتر حس کنم. همون موقع گابریل بهم زنگ زد و گفت چیزی پیدا کرده که شاید به دردم بخوره. گابریل بهم یه روزنامه داد با این تیتر: خوناشام ساکرامنتو. پلیس ساکرامنتو بعد از قتل‌های متعدد از دسامبر 1977 تا ژانویه 1978 متوجه یه الگوی مشترکی شد. قربانی‌ها به طرز خشونت‌آمیزی کشته شده بودن و خونشون مصرف شده بود. اونا افراد آسیب پذیر بودن که توی خونه‌هاشون تنها زندگی می‌کردن. مثل لنا که برای کار خبرنگاری از برلین اومده بود هانوفر رو تنها زندگی می‌کرد. تیم جنایی صحنه‌های قتل رو بررسی کرد. رد پا، اثر دست، اشیای خونالود. در برخی صحنه‌ها باقی مونده‌های گوشت و خون نشون میداد که رفتار قاتل فراتر از یک قتل ساده است. سرنخ‌های پلیس اونها رو رسوند به کسی به اسم ریچارد ترنتون چیس. تو تحقیقات از خانواده و همسایه‌های چیس، پلیس متوجه اختلالات روانی شد. سابقه اسکیزوپارانوید و اختلالات روانی شدید داشت که رفتارهای خشونت‌آمیز اون رو قابل پیش بینی می‌کرد. اون قربانی‌هاش رو تو خونه‌هاشون پیدا می‌کرد و بعد از کشتن اونها خونشون رو می‌نوشید و گوشتشون رو می‌خورد. تو دادگاه گفت خون انسان میتونه اونو از بیماری‌ها دور کنه و درمان کنه. اون تو ژانویه 1978 دستگیر شد و به اتهام قتل 6 نفر محکوم شد. اما قبل از اعدام تو 26 دسامبر 1980 تو زندان ایالتی سن کوئنتین خودکشی کرد. شب که این روزنامه رو خوندم احساس کردم یکی از پشت داره نفسهام رو میشماره. گاهی شبها صدای لنا رو میشنوم. میگه هنوز سردمه، اونقدر سرد که خونم یخ میزنه. من صدای جیغ لنا رو توی تاریکی میشنوم که با خونی که ازش مکیده میشه صداش ضعیف میشه و تو تاریکی گم میشه. من داشتم توی دنیای گاتیک میرفتم، دنیای مرگ، شب و ناشناخته ها. گاتیک ها دنیا رو از زاویه درد و زیبایی تو تاریکی و حقیقت تو سایه نگاه میکنن. خوناشام برای اونا یعنی جاودانه اما تنها، زیبا اما نفرین شده، زنده اما محکوم به شب. رسیدم به فلوریدا 25 نوامبر 1996. کشته شدن زن و مردی توی خونشون با حالتی وحشتناک. این قتل توسط وساگو و گروه خوناشامیش انجام شد. اونها قبل از قتل توی قبرستون مراسم آیین گذار به تاریکی یا تعمید تاریکی رو انجام دادن تا روحشون از مرگ آزاد بشه و وارد دنیای شب بشن. بعد این مراسم گروه به خونه زن و مرد که والدین یکی از اعضای گروه بود میرن و اونها رو میکشن و با ماشین اونا فرار میکنن. وساگو رهبر گروه خوناشامی 500 ساله بود و اعضای گروه به این باور داشتن. هیچ کس تو اون گروه بهش رودفرل نمی گفته، ولی اون نوجوانی بود متولد 28 مارس 1980 تو کنتاکی، تو خانواده‌ای پر از آشفتگی. رابطه مادرش با دنیای گاتیک و تأثیر فیلم‌های خوناشامی اونو به این باور رسوند که خوناشامی 500 ساله است و اسم وساگو رو برای خودش انتخاب کرد. اونو اعضای گروه روی بدنشون علامت وی داشتن به معنای عضویت در خاندان خون.
توی 25 نوامبر 1996 فرل 16 ساله بود که به گفته پلیس با چند نفر از اعضای گروه که اونا هم نوجوان بودن از در گاراژ میان تو، زن و مرد و غافلگیر میکنن و اونا رو وحشیانه میکشن. جنازه زن و مرد توسط دخترشون پیدا میشه و سایه وحشت از این جنایت روی شهر مری ایالت کنتاکی میافته. چند روز بعد پلیس با تحقیقات میدانی و مدارک موجود اونا رو دستگیر میکنه. فرل توی دادگاه میگه من وساگو هستم، 500 سالمه و هنوز زندم. این کار رو برای قبیلم انجام دادم. ما به همراه خوناشام‌ها جهان رو فتح خواهیم کرد. دادگاه به اعدام محکومش کرد، اما به خاطر سن و روند قانونی و فرجام‌خواهی به حبس ابد محکوم شد. اینجا بود که گفتم شاید پای یه فرقه توی قتل لنای من وسط باشه و این فکر پای من رو به جاهای دیگه‌ای باز کرد. گابریل که توی تحقیقات گاهی همراه من بود از جان ادگارد براونینگ نام برد. استاد رشته هنرهای آزاد دانشگاه بولینگ گرین و متخصص در حوزه هیولاها و ژانر وحشت. کسی که پژوهش‌های میدانی در مورد جوامع خوناشام‌ها داشت. وقتی به سراغ تحقیقاتش رفتم از نیو اورلئان سر درآوردم. جایی که به گفته ادوارد مهمترین و معروفترین جامعه مدرن خوناشام‌ها که سازمان یافته هستند اونجا فعالن. بعد بوفالو تو نیویورک، بعد انگلستان و شمال اروپا که گروه‌های خوناشامی اونجاها گاهی ساختاری شبیه خونه یا خانواده دارن و سازماندهی میشن و جاهای دیگه مثل آفریقا، روسیه، استرالیا، آمریکای لاتین انگار همه جای دنیا پراکندن. اعضای این گروه‌ها چند مدلن. یا کسایی هستن که میگن نیاز به مصرف خون انسان یا حیوان دارن، یا کسایی هستن که اعتقاد دارن باید از انرژی موجودات تغذیه کنن نه خون فیزیکی، یا کسایی که طرفدار گاتیک هستن و به صورت نمایشی از زندگی خوناشام تقلید میکنن و خون واقعی نمیخورن. ولی به صورت رسمی هیچ اطلاعاتی از این خوناشام‌ها در دسترس نیست، چون محرمانه بودن و در خفا زندگی کردن و شناخته نشدن قانون اول اونهاست. هر چقدر میخواستم بفهمم خوناشام لناکیه دورتر میشدم و واقعا داشتم به بنبست میرسیدم که گابریل با من تماس گرفت. الو ماتیاس، چی شده گابریل؟ بیا اداره پلیس، قاتل لنا پیدا شد. به اداره پلیس رفتم و به من گفتن یه معتاد دست پولی که لنا برای پرداخت اجاره خونش از بانک گرفته بود و توی دست لنا میبینه و اونو تعقیب میکنه. موقعی که لنا در ورودی آپارتمان رو باز میکنه و داخل میشه، معتاد آروم پشت سرش میاد و میفهمه که خونه لنا طبقه سومه. تا نصف شب توی موتورخونه منتظر میمونه. بعد به خونه لنا میره و با چاقوی تیزی که داشته گردنش رو میبره و پولا و طلا رو بر میداره و فرار میکنه. موقعی که خواسته طلا رو توی یه طلا فروشی بفروشه دستگیر میشه و به قتل لنا اعتراف میکنه. گابریل که کنارم بود ازم پرسید حالا که قاتل دستگیر شد دیگه پرونده خوناشاما رو ببند. من نگاش کردم و لبخند زدم و اومدم. ولی هنوز معتقدم پای خوناشام توی قتل لنا وسط بود. پزشکی قانونی گفت خون صحنه با خون بدن یکی نیست. یعنی بخشی از خون لنا ناپدید شده بود. چاقو تمیز بریده بود. نه مثل دسته معتاد، مثل کاری جراح یا به عقیده من هیولا. به نظر شما من جواب پلیس رو قبول کنم یا با مدارک کالبد شکافی به دنبال قاتل خوناشامی باشم که لنا را از من گرفت؟ شخصیت ماتیاس کورگر از ذهن من اومد بیرون. ولی واقعا کسایی هستن که هنوز به دنبال خوناشاما میگردن. به نظر شما خوناشامای واقعی از دل تاریکی بیرون میان و شکار میکنن؟ یا ممکنه مثل ما توی زندگی عادی باشن و ما نفهمیم و شاید هر روز از کنارشون رد میشیم و بهشون سلام میکنیم؟ تو کامنت ها بگی. بفرمایید. آبال بلوه. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.